خب خوش اومدید به قسمت اول بیزنس دایری. آخرین باری که توی یوتیوب ویدیو گذاشتم تقریبا 4-5 ماه پیش میشه که اون موقع تصمیم داشتم شروع بکنم یوتیوب و مرتب ویدیو بذارم. یادمه که قرار بود این کتاب و کتاب اتمیک هابیتس رو بخونم، خلاصش رو بذارم. کتاب خیلی خوبیه، توصیه میکنم حتما یک بار بخونیدش حداقل. ولی محتوای این که خلاصه کتاب بذارم خیلی برای خودم جذاب و دوست داشتنی نبود. این شد که حالا از اون موقع اتفاقای زیادی تو زندگیم افتاده و تصمیم گرفتم که یه بیزنس جدید رو توی حوزه تک و برنامه‌نویسی استارت بزنم و از صفر رشدش بدم. و خب خیلی دوست داشتم که کارهایی که میکنم، چیزایی که یاد میگیرم برای رشد این کار رو یه جا برای خودم داشته باشم. خیلی هنوز تکلیفم با این کانال مشخص نیست، نمیدونم چی میخوام توش بذارم، ولی فعلا دوست دارم که یه جا باشه برای مستند کردن کارهایی که انجام میدم. خودم ترجیح اینه که به انگلیسی تولید محتوا بکنم، تسلطم خوبه، ولی فعلا برای اینکه حالا تمرین بشه و تو تولید محتوا تجربه خیلی خوبی ندارم. محتوایی که درست میکنم کیفیتشون بهتر بشه، یه مدت محتوای فارسی درست میکنم و حالا اگه ببینم بعد یه مدت استقبال خوبی میشه، فارسی و انگلیسی رو جدا با هم دیگه ادامه میدم. پس از این به بعد هر یک شنبه بیزنس دایری داریم که میشه انگار اون یادداشته و خاطرات بیزنس و توش چیزی که یاد گرفتم، کاری که انجام دادم واسه رشد بیزنسم رو براتون میذارم.